برتر دانستن کربلا بر حرم مکه و صفا و مروه. دور حرم دویده‌ام، صفا و مروه دیده‌ام، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. بینندگان محترم، مشاهده نمودید که این مداح رافضی غالی در محضر حجت الاسلام حاج آقا دانشمند مداحی می کند و کربلا را از حرم مکه و صفا و مروه برتر می داند. البته رافض محل قبور خیالی و یا واقعی امامان خود را حرم مقدس می نامند و کربلا را از کعبه برتر می دانند. مجلسی در بهار الانوار جلد 1 صفحه 107 به دروغ از ابی عبدالله روایت می کند که وی فرمود خداوند به کعبه وحی نمود که اگر خاک کربلا نبود به تو هیچ ارزش و فضیلتی نمی دادم و اگر کسی که در کربلا آرمیده نبود تو و خانه ای را که به آن افتخار می کنی نمی آفریدم. پس آرام بگیر و بر جایت بمان و دنباله فرومای وخار و ذلیل برای سرزمین کربلا باش و بر آن برتری طلب مکن وگرنه تو را در زمین فرو می برم و در آتش جهنم می اندازم. زیاده روی آنها در گمراهی به حدی رسیده است که معتقدند زیارت قبر امام حسین در کربلا از حج خانه خدا برتر است. حر عاملی در وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 360 به دروغ از ابی عبدالله روایت می کند که فرمود کسی که در روز عرفه قبر امام حسین را زیارت کند خداوند برای او 1,000,000 حج با امام زمان، 1,000,000 عمره با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آزاد کردن 1000 برده و آماده ساختن 1000 مجاهد برای جهاد در راه خدا را می نویسد. بینندگان عزیز، اگر عبادتی دارای چنین منزلت و امتیاز عظیم نسبت به سایر اعمال باشد، لازم است که مشروعیت و تشویق بر آن و یا عقوبت بر ترک آن در قرآن به صورت روشن و واضح ذکر شده باشد، در حالی که هیچ آیه از قرآن وجود ندارد که در آن نامی از کربلا، نجف، قم و غیر ذکر گردد و یا اینکه به زیارت قبور و تشویق به آن و یا ساختن گنبدها و بارگاه‌ها تصریح نموده باشد. در مقابل آیات زیادی فضایل بیت الحرام، صفا و مروه و فضایل حج بیت الله را بیان می‌نماید و سوره‌ای از قرآن به نام سوره حج نامگذاری شده است که احکام مربوط به حج و مناسک آن را در خود جای داده است. الله متعال در فضیلت خانه کعبه چنین می‌فرماید: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم بنا نهاده شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب است و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. و در مورد صفا و مروه می‌فرماید: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. همانا صفا و مروه از نشانه‌ها و شعائر الهی هستند. بنابراین هر کس حج خانه خدا یا عمره به جای آورد ایرادی ندارد که سعی صفا و مروه را انجام دهد و هر کس کار نیکی انجام دهد مسلماً الله قبول کننده و داناست. پس شما بفرمایید بگویید در کجای قرآن کریم یادی از کربلا و برتری آن آمده است؟
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین. بگو اگر راست میگویید دلیلتان را عرضه کنید.